مریم ایسایوا هنگام نقش‌آفرینی در نمایشنامه هملت، مصوره زیبا امینова و تحفه فاضلova هنرپیشه‌های تاجیکستان و سیمای دختر تاجیک از جمله مصوره‌هایی است که در این نمایشگاه بازگوی سیمای زن تاجیک در عصر 20 شناخته شدند. نمایشگاه 30 مصوره انعکاسگر سیمای زن تاجیک 5 مارس شروع شد. کارگر، زحمتکش و مبارز. چنین است سیمای اکثر زنانی که در اینجا آنها عکس یافتند. در این گوشه نمایشگاه تماشابینان با این چهره آشنا عکس می‌گرفتند. زیبونیسا رستموی کمانکش از دیگر چهره‌های زن تاجیک قرن 20 است. امروز سیمای زن‌های تاجیک رو دیدم، گذشته رو به یاد آوردم و بیکار نمیگویند که گذشته رو یاد کردن در کار، در وقتی بودنت مهنت کردن در کار تا اینکه آینده بهتر و خوبتر شود. اکثر این اثرها نادرند و در سالهای گوناگون ایجاد شدند. سیمای زن تاجیک که در اینجا تصویر یافته است اصلاً برگرفته از نظام شوروی پیشین است. کار در صحرا، دامنهای پر از پخته و این نشانه سریسینگی هم از کارهای ترغیباتی آن سال هاست. در اینجا نشان داده می شود که چهره زن تاجیک در چند دوره تغییر یافته است. لباس پوشی تو به فکرم انقلاب دیگرگونی ها بود. حاضر البته لباس های ما خیلی امروز یک وقتش دست که ما باید که آسانتر پوشیم تو اینکه کار کنیم روزی دراز، برای همین ممکن که به وقت نگاه کرده لباس های بس میشد. تغییرات زیاد آمد. زن راهبر است. زن امروز در اداره دولتی کار میکند. زن امروز عالمه هست. زن امروز مادر است و عائله سالم از زن وابسته است. چند نسل زنان در تصویر رسامان از تحولات زیاد در زندگی زن تاجیک بازگو میکند. دختر مدپرست 32 سال پیش تألیف شده است. در اکثر مصوره های در قرن گذشته تألیف شده زن تاجیک با لباس ملی تصویر یافته است. دو تصویری که سیمای زن را در عصر 21 بازگو میکند، یکی مادر، دیگر دختر آرزو کننده است. این نمایشگاه تا 15 مارس در آثارخانه ملی ادامه میکند. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.